صلی الله علیک یا باب الهوائج. سلام مردم، سلام هم نفسای یاد خدا. شب شما به خیر. فرا رسیدن شب تاسوعای حسینی رو با همه وجودم به محضر صاحب عزا و ماتم حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. الحمدلله که امشب هم به دعای خیر شما ما در جایی هستیم، در مکان مقدسی هستیم که نشانی داره از حضرت عباس علیه السلام و عزیزی که با 3 واسطه فرزند نازنین حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام هستند، یعنی امامزاده شاه سید علی ابوالفضل قمی ها. انشاءالله اگه قابل باشیم نایب الزیاره شما هم هستیم، حامل پیام تسلیتتون و سفیر سلامتون هستیم. اگر قابل باشیم انشاءالله که این عزیز نازنین هم سفارش من و شما رو امشب به جد مطهرشون حضرت باب الهوائج بکنن که اگر یه نیم نگاهی حضرت عباس امشب به من و شما بکنن دنیا و آخرت برامون بس. عطر گل یاس سلام علیک حضرت عباس، سلام علیک. قویم الطرائق کریم الخلائق عظیم السوابق شریف النسب منیف الحسب رفیع الرتب کثیر المناقب محمود الضرائب جزیل المواهب حلیم رشید منیب جواد علیم شدید امام شهید افواه منیب حبیب مهیب كنت للرسول صلى الله عليه وآله ولدا وللقرآن سندا وللأمة عزدا وفي الطاعة مجتهدا حافظا للعهد والميثاق ناكبا عن سبل الفساق باذلا للمجهود طويل الركوع والسجود زاهدا في الدنيا زهد الراحل عنها ناظرا إليها بعين المستوحشين منها آمالك عنها مكفوفة وهمتك عن زينتها مصروفة وألهاذك عن بهجتها متروفة ورغبتك في الآخرة معروفة حتى إذا الجور مد باء وأسفر الظلم قناع ودع الغي أتباع وأنت في حرم جدك قاتل وللظالمين مباين جليس البيت والمحراب معتزل عن اللذات والشهوات تنكر المنكر بقلبك ولسانك على حسب طاقتك وامكانك. سلام خدا به وجود نازنینی که امام 4ممون حضرت زینت عبادت کنندگان درباره‌شون فرمودن او نزد خدای متعال چنان جایگاه و مقام و منزلتی دارد که فردای قیامت همه شهدایان رشک خواهند برد. سلام خدا به وجود نازنینی که یکی از فرزندانشون در این مکان مقدس آرمیدن، یعنی امامزاده شاه سید علی که با 3 واسطه به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام میرسن. و سلام خدا به همه دوستداران و دلداده های قمر منیر بنی هاشم، حضرت باب الهوائج، حضرت دریا، حضرت ابوالفضائل در هر جای این دنیا و کره خاکی هستند.
و توی مملکتمون توی محله مسیحیا، کلیمیا، ارامنه امشب غوغایی است. نذرها میکنن، توسلها میکنن و چه حاجتهایی که نمیگیرن. و سلام به استاد عزیزم حجت الاسلام المسلمین هدایت عزیز که در این شب تاسوعا هم قابل دونستن قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام، خیر مقدم، عرض تسلیت. سلام خدمت شما آقای استادرضای عزیز، مخلصین، همه بینندگان عزیز. قبول باشه انشاءالله. شب باب الحوائج از ابوالفضل عباس هست انشاءالله. برای ما هم دعا کنید. واقعا حضرت ابوالفضل سفره‌ای رو پهن کرده که همه رو تشنه خدا میکنه. آره. ببین اگر حضرت ابوالفضل آب می آورد شاید این مقام رو نداشت که در اوج حسرت آباوری برای کودکان ابا عبدالله به شهادت رسید. من اینجور تعبیر میکنم، ساقل عطاشا نتونست آب رو به این لبهای عطشان برسونه. این جریان ادامه داره آقای قوامی. ابوالفضل تشنه میکنه. تشنه کی میکنه؟ تشنه خدا میکنه. ابوالفضل تشنه میکنه. تشنه خیمه ابا عبدالله الحسین میکنه. نمیدونم کربلا به این موضوع دقت کردید؟ وقتی ما میریم حرم از ابوالفضل آرام و قرار نداریم، نمیتونیم راحت بشینیم، هی دلمون میخواد پاشیم بریم. میریم حرم امام حسین راحت بشیم. از یه استادی پرسیدم، گفتم آقا من نمیدونم چرا اینجوریم، شاید مشکل از من باشه. اون استاد این رمزو گفت. گفت کار عباس اینه. ای جانم. تشنه میکنه. عباس چون خودش واله و شیدای ابا عبدالله الحسین بود، کسی رو واله و شیدای خودش نمیکنه. تا تو به عباس نزدیک بشی دستتو میذاری دست مولاش امام حسین علیه السلام. و رمز این که حضرت آب رو نتونست به خیمه ها برسونه یعنی تا قیام قیامت همه رو تشنه کرد. تشنه کی؟ تشنه امام حسین علیه السلام. پیوند. آره. امشب از ابوالفضل تشنگی بخوایم. آره. آتش بخوایم. آتش امام زمان. نباشه این چشما عادت بکنه به دوران غیبت، نکنه این سبک زندگی عادت بکنه به نبود امام. ما باید تشنه امام باشیم تا ظهور محقق بشه. این تشنگی رو از بهترین یار امام یعنی ابوالفضل عباس باید بگیریم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین و اوقفنی علی مراکز اضطراری. این در دعای عرفه هست. آره. خدایا اون اضطرارم به تو رو به من نشون بده. این حالت بی‌نیازی تو من نباشه. این حالت غرور و تکبر در برابر تو نباشه. بفهمم سر تا پا نیاز به تو هستم. عباس کاری میکنه ما شب تاسوعا، روز تاسوعا بفهمیم سر تا پامون نیاز به امامه. بعد شب عاشورا یه جور دیگه برای امام گریه میکنیم. گریه یا لیتنا کنا معک فافوز فوزا عظیما. عباس به ما نشون میده کنار امام حسین آدم به کجا میرسه. عباس قله رو نشون میده. قله چی؟ قله یاران ابا عبدالله الحسین. میدونید اسم عباس تو زیاد عاشورا نیست. آره. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اما عباس با اون مقامش اسمش نیست. اما آقای بهجت خدا رحمتش میکنه قبرشون در کنار حرم از معصوم است، ایشون فهمیده بودن محور السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. سلام بر اون یاران و ارواحی که فانی در فناء تو شدن. محور اونایی که فانی در فناء ابا عبدالله شدن ابوالفضل عباسه. ببین حضرت عباس در دوران زندگیشون شما یه دونه خطبه به من معرفی بکن. واقعا به معنای واقعی کلمه فانی در حضرت عبدالله هیچ صحبتی نداره. اثری از خودش به جا نذاشت. هیچ صحبتی نداره. هیچ روایتی به عنوان راوی نداره. هیچ خطبه‌ای نداره. با اینکه عالم بود ابوالفضل عباس به علم الهی. بله. خب فقط یه جمله داره، اونم شب عاشورا 3 کلمه فرمود که امروز این عبارت رو من پیدا بکنم براتون عرض بکنم که
عبارتش اینه کجا بریم. چون امام حسین علیه السلام فرمودن که اتخذوا اللیل جملا، یعنی شب رو پرده‌ای بندازید و پاشید برید. بعد از ابوالفضل عباس فرمودن کجا بریم؟ ما می‌خوایم یه کاری بکنیم بعد از تو زنده باشیم، لنبقا بعدک یا ابا عبدالله. عبارت اینه در ارشاد مفید اتخذوا اللیل جملا، یعنی از پرده شب استفاده کنیم پاشید برید. ابوالفضل عباس بدأ القول العباس بن علی، اولین کسی که بلند شد حرف زد عباس. من هیچ جا دیگه این موضوع ندیدم جایی که داشته باشه عباس خطبه‌ای خونده باشن، حرفی زده باشن غیر از شب عاشورا. حضرت بلند شدن این جملات رو فرمودن: لم نفعل ذلک، ما نمیریم. لنبقا بعدک یا ابا عبدالله، بریم که بعد از تو زنده باشیم. حیات بعد از تو معنا نداره اصلا، ما بعد از تو زندگی نمی‌کنیم. لا ارانا الله ذالک ابدا، حیات بعد از تو رو خدا به ما نشان ندهد. قبح الله العیش بعدک یا ابا عبدالله، زندگی بعد از تو سیاهه یا ابا عبدالله، نمیخوام این زندگی رو. ببین سر تا پای این جملات عشق، معرفت، وفاء. رحم الله عمی العباس، اینو امام صادق علیه السلام میفرماید که خدا رحمت بکنه عمو جانم عباس رو، نافذ البصیره صلب الایمان، ایمانش راسخ بود به واسطه عشق به امام حسین، پر از اعتقاد و ایمان بود، بصیرتش عالی بود، میفهمید غیر از خیمه امام جای دیگه توی این عالم نیست، همه حقیقت تو خیمه امامه. لذا شم اون بحث اماننامه واقعیتی است، سندش درسته. اومد گفت عین بنو اختی، کجاست بچهای خواهرم؟ اینجوری صدا زد، اینجور نبوده اما اینجوری صدا زد. داره از عباس جواب ندادن. امام حسین علیه السلام فرمودن عجیبوه و ان کان فاسقا، این حالا که داره صداتون میزنه جوابش بدین و اگرچه این فاسق هستش. اینجا داره جواب از ابوالفضل خیلی عجیبه. قطع الله یدیک، خدا دستت رو ببره، این چیه برای من آوردی؟ تو میخوای من از این خیمه جدا بکنی؟ عالم نمیتونه ما رو از این خیمه جدا بکنه. یه عرض ادب و توسلی محضرشون داشته باشیم، با افتخار برگردیم و ادامه. صلی الله علیک یا ساقی عطاشا یا باب الحوائج ابوالفضل عباس. یاد یه جمله عبارت نورانی از مفسر بزرگ قرآن کریم علامه طباطبایی رضوان الله علیه افتادم. ایشان فرمایند که همه سرمایه و دارایی من اینی که مثل آدمای پشت کوه خیلی ساده حضرت عباس رو دوست دارم و بهش ارادت و ایمان دارم. همه سرمایه و دارایی من میفرمایند اینه. و یه جمله هم از استادشون علامه قاضی طباطبایی یادم افتاد، فرمایند محال است انسان از راهی غیر از مسیر ابا عبدالله به مقام توحید برسد. حالا این خیلی عجیب جمله، بعد میگن که شریان فیوزات الهی از مسیر ابا عبدالله میگذرد و پیشکار این فضیلت قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلامه. اینا رو عرض کردم، حالا حاج آقا تکمیل میفهمند برای اینکه بدونیم داریم شب تاسوعا از چه عزیزی یاد میکنیم. بسم الله. گاهی اوقات آدم میخواد بیان بکنه نمیتونه بیان بکنه مگر زبان شعر. 5 امامی که تو را دیدن دست علمگیر تو بوسیدن. واقعیتش آره عجیبه. یک غیر معصوم به قول شما 5 امام معصوم دستش رو بوسیدن، تا امام باقر که دست عموجانشون رو بوسیدن. چه مقامی داره که ابد امام حسین علیه السلام با اون عظمتشون وقتی میخوان به برادر خطاب بکنن ارکب به نفسی انت یا اخی، جان من. ببینید تو زبان و ادبیات امام معصوم اغراق نیست، گاهی اوقات مثلا تعارف نیست. حضرت دارن این واقعیت رو بیان میکنن، میگن این شخصیت امام جانش رو فداش میکنه. یه همچین عظمتی، قمر منیر بنی هاشم. شما نگاه کنید امام صادق علیه السلام درباره ابوالفضل عموجانشون یه زیارتنامه مخصوص دارن. من حیفم میاد در شهر مقدس قم این مقدمه رو نگم. ما بیش از طبق آنچه که اوقاف و دیگران اعلام کردن ما بیش از 20,000 امامزاده داریم، در جاهای مختلف دنیا هم قبور مطهرشون هستش.
در همین شهر قم امامزاده های زیادی داریم، اما از بین همه این امامزاده ها 3 امامزاده هستن که زیارتنامه مأثور دارن، یعنی امام برای اینها خاص زیارتنامه انشاء کرده. مثلا حضرت عبدالعظیم خیلی مقامشون بالاست، من زار عبدالعظیم که من زار الحسین، اما زیارتنامه حضرت عبدالعظیم شبیه حضرت معصومه است. آنچه که امام رضا فرمودن مال حضرت معصومه فرمودن که قف عند رأسها الشریف، بالا سر حضرت بایست، السلام علی آدم صفوت الله و زیارتنامه. برای حضرت علی اکبر ما زیارت مخصوص داریم. امام زمان اشاراتی دارن برای زیارت حضرت علی اکبر و برای ابوالفضل عباس امام صادق علیه السلام فرمودن جئتک یبن امیر المؤمنین وافدن الیکم و قلبی مسلم لکم، قلب من تسلیم شماست. خیلی عجیبه، این اشاره به حضرت ابوالفضل، خطاب به حضرت. و تابعون انا لکم تابع و نصرتی لکم معده، من آماده یاری شما هستم، یعنی من شما رو فرمانده عاشورا میدونم، من میخوام شما رو یاری بکنم. بعد حضرت فرمودن که لعن الله من جهل حقک و استخف به حرمتک، خدا لعنت بکن اون کسی که حق تو رو نشناخت، خدا لعنت بکن اون کسانی که حرمت تو رو زیر پا گذاشتن. حالا امام جای خودش امامزاده‌ای مثل ابوالفضل عباس، امام صادق میفرماید لعن الله من جهل حقک و استخف به حرمتک. آقا امام صادق، مگه حرمت از ابوالفضل چیست و چقدر است که شما لعنت میکنی کسی که این حرمت رو نمیشناسد؟ چقدر عظمت داره، چقدر عظمت. فکر بکنیم ببینیم در او هر چه بگفتند از کم و بیش نشانی دادن از دیده خیش. غیر از امام نمیتونه ابوالفضل رو معرفی بکنه. لذا امام برای حضرت ابوالفضل زیارتنامه بیان میکنه. من خواهش میکنم عزیزان من امشب مفاتیح رو باز بکنن، زیارت مخصوص از ابوالفضل رو مطالعه بکنن. آره. السلام علیک ایها العبد الصالح. ببین بزرگترین مقام تو قرآن برای پیغمبر عبده. سبحان الذی اسری بعبده، دیگه اسم نمیبره، میگه پیغمبر یعنی عبد، ابوالفضل یعنی عبد. اشهد ان محمدن عبده و رسوله، چون عبد بود به مقام رسالت رسید، چون ابوالفضل عبد بود به عالی ترین درجه یاری امام رسید. یه هدیه اینجاست از طرف حضرت عتبه عباسیه، پرچم مقدس گنبد مطهر از ابوالفضل عباس که مدت‌ها روی گنبد نسیم کربلا نوازش داده و امشب به برنامه یاد خدا رسیده. اللهم صل علی خیلی ممنونم. این سند اینه که حضرت عباس همیشه به یاد ما هست. امشب شب تاسوعا هم خواستن به ما بگن حواسم بهتون هست. رفتید در خونه پسرم، به این بهانه دارید از من یاد میکنید شب تاسوعا، اینم هدیه من به شما. انشالله که بیش از پیش هممون توی زندگیامون مشمول لطفشون باشیم. من شمردم این که داره که السلام علیک ایها العبد الصالح، شمردم روز عاشورا، شب عاشورا، روز تاسوعا 15 بار امام حسین علیه السلام داداششون رو صدا زدن و همیشه با تعبیر یا اخاه یا اخی بیان کردن، داداشم، برادرم. و همیشه حضرت ابوالفضل عباس پاسخ رو اینجوری میدادن لبیک یا سیدی و مولای، سلام آقای من، مولای من. اینم همینجا بگم محضر این نوه عزیز میخوام بگم، هرچه دارد از ادب مدیون کنیزی مادرش حضرت ام. آره والله، آره والله. جئتها هنا خادمتون لکم. من نیومدم، من اسمم مادر نیست، من خادمم، من کنیزم. لذا از امیرالمومنین وقتی ایشون صدا زدن یا فاطمه، فاطمه کلابیه بود،
ایشون سرشون زیر انداختن از شدت شرمندگی. یعنی فاطمه همسر شماست، من خادم شما هستم. لذا حضرت صدا زدن یا ام البنین، یعنی ای مادر پسرانم. ایشون شدن ام البنین. یکی از اون پسران ابوالفضل عباس. 3 پسر دیگه دارن که خود عباس تو صحنه عاشورا هی دائما به داداشاش میفهمودن بله هامو ان سیدکم و مولاکم، برید از آقاتون دفاع بکنین. یقونه به وجوههم و نحورهم، یعنی با صورتشون رو سپر امام حسین میکردن داداشای ابوالفضل عباس. عباس این صحنه ها رو دید، داداشش رفت، قاسم رفت، علی اکبر رفت، همه رفتن دیگه. بعد از ظهر عاشورا شد، دل عباس گرفته دیگه، حالش منقلبه. اومد زانو زد جلو امام حسین علیه السلام. اولین باریه که عباس من دیگه ندیدم صدا زد یا اخی لقد ضاق صدری. ببین کلمه اخی رو گفت، یعنی دل داداشو به دست بیاره. هیچ وقت نگفته بود، تا به حال نگفته، فقط سیدی و مولا. گفت یا اخی داداش دلم گرفته، میخوام باید حرف بزنم. اینجا بود امام حسین فهمید که ایشون اذن میدان میخواد. لذا یه جمله‌ای فرمود امارتنا تنبعث الخراب. داداش بری خانمون خراب بشه دیگه، اینا همه دیگه میرن برای اسارت. این علم رو تو الان نگه داشتی. اما اگر اینجوری حالت اشکال نداره، اطلب قلیلا لهؤلاء الاطفال، یه مقدار آب برای بچه‌های من بیار. اینجا بود که عباس به نیت آب رفت، نه جنگیدن. دست راستش رو قطع کردن. انی احامی ابدا عن دینم امام حسینه، من دارم امرش رو اطاعت میکنم تو این میدان که دیگه من هیچ انگیزه‌ای ندارم، فقط میخوام آب برسونم. دست چپش رو قطع کردن. یه مرتبه گفت نفس نترسیا، من آب میخوام ببرم، دست میخوام چی کار بکنم. وقتی خیمه پاره شد فوقف العباس متحیرا، یه لحظه عباس توقف کرد. خب من که دیگه دست به تن ندارم که از مولام دفاع بکنم، سربازی بکنم. میخواستم آب ببرم، آب من ریخ رو زمین، چیکار بکنم؟ فضربه به عمود من الحدید، یه نامردی عمود آهنی به سر عباس زد. داره فسقط من الفرس، از اسب به زمین افتاد. یه جمله صدا زد. این دومین باریه که عباس کلمه برادر رو گفت یا اخا ادرک اخا. داداش اون کسی که چند لحظه پیش صدا زد داداش جان، الانم تو رو نیاز داره. اینجا داره که امام حسین علیه السلام به سمت عباس رفتن. داره گاهی اوقات حضرت از مرکب پیاده می شدن، یه شی رو به هم داشتن می بوسیدن، دستان مقدس داداششون بود. رسیدن به جنازه بدون دست، دیدن عباس داره گریه میکنه. گفتن داداش داری گریه میکنی؟ یه جمله گفت امان از این شدت معرفت ما کجا و این همه عظمت کجا. گفت داداش الان سرم رو دامن تو، بمیرم برای اون لحظه ای که غریب و تنها تو گودی قتلگاه افتادی، هیچ کسی رو نداری. یه جمله بگم اینقدر غریب بود که حتی خواهر نتونست به فریاد برادر برسه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. قربونش برم، کسی نیست دست خالی بره پیشش دست پر بر نگرده، اما خودش دست خالی برگشت. گفت بنویسید ابوالفضل، بخوانید حیا، بنویسید